ببینید هم در داستان کوتاه و هم در رمان هم در فیلم سینمایی، هرچی که فیکشنه، یک چیزی داریم به نام، حالا میگیم درام یا دراماتیک، میگیم این روایت دراماتیک است، اون روایت دراماتیک نیست، یعنی درام شکل گرفت یا درام شکل نگرفت. درام یه عناصری داره که توی بخش چی میگن طرح باید به شما بگم، یه کمی صبر کنید میرسیم، ولی توی همین امروز فردا میرسیم بهش. ولی خلاصش اینه که هر داستان از یک جایی شروع میشه که یک ترک در زندگی ایجاد شده باشه، یه جایی از تعادل خارج شده باشه. هرچی این عدم تعادل، بالانس نبودن، شکاف بیشتر باشه، دراماتیک تر کار تو. مثلا درام از همینجاست. و اصلا ما دنبال جاهای استیبل نیستیم. و اینم بگم هرچی تو زندگی هست توی داستان نگاتیو بشه و به عکس. یعنی چی؟ یعنی شروعهای خوب در زندگی شروعهای بدن تو داستان. یا آقا عروسی، جیغ، داد، رقص، بکوب، بدترین شروع برای داستان. داستان اینجا نمیخواد. داستان شروعهای بد تو زندگی شروعهای خوبن تو داستان. داماد صبح بلند شد کابون زیر گوش عروس. اصلا داستان تو با این شروع کنی. چقدر تو زندگی بده این. صبح عروس داماد عروس بزنه. خیلی زشت، بده. عالیه برای داستان. پایانهای خوب زندگی، پایانها بد داستان. هپی اند تو زندگی که خیلی خوبه، ای کاش همه ما زندگی اون پایان خوب داشته باشه. بدن برای داستان. داستان پایانش اینطور نیست. دیولپمنت، گسترش های خوب در زندگی، ازدواج کرد، تحصیل کرد، پولدار شد، ماشین خرید، خونه خرید، چه کرد، خیلی عالیان. بدترین چیزا برای داستان. ما نمیخوایم اینا رو بشنویم تو داستان. داستان محل نمایش شکاف ها، ترک ها، رنج ها، اندوه ها، غم ها، شکست ها، ناکامی ها، جای چیزی که نیست. چون قرار از لابلای اون شکاف ها یه چیزایی بدرخشه اما زندگی رو درک کنیم. درام یعنی این. درام یعنی چیزای در به داغون. حالا بهش میرسم تو طرح میگم که در شروع دیولپمنت اینا چیکار باشه. خب ایده های داستان. ایده های داستان، اولین نکته من مقدمات تمام شد. اولین نکته پیدا کردن ایده. به اولین ایده های داستان معمولا از 3 تا منبع میان. یعنی 3 تا منبع خوب است برای پیدا کردن ایده داستانی. هر 3 تا منبعی که دارم میگم معناش این نیست که شما به عنوان تکنسین بری داستان اینطوری بنویسی ها. دیگه فردا دنبال ایده داستانی بگردم. اصلا این بده. ما تکنسین نیستیم. نویسنده و هنرمند، آرتیست به معنای واقعیش تکنسین نیست که بگه امروز مد چیه، مثلا داستان جنگیه بریم، داستان نمیدونم اگزیستانسیالیستی بریم، مد چیه، داستان عشقیه. اصلا اینا نیست. مد خودت، مد شخص تو چی داری، چی برات مهمه تو زندگی، اونو باید بنویسی. پس این هر چی که دارم اینجا میگم ایده یابی به خودت برمیگرده. منظورم این نیست که بری روزنامه نگار نیستی بری بگم تو سطح شهر بگم خبر پیدا کنم. خبر اینجاست، خبر تو خودته. اولین که همه احتمالاً بدونید، اولین منبع برای ایده های داستانی خب اولین 3 تا منبع. اولین منبع رویداد هاست، اتفاقایی که میفته. یک اتفاق عجیب و غریب افتاده و اون اتفاق عجیب و غریب برای تو توجه تو رو جلب کرده. یا پاشیدی همسایت آدم کش، حالا نمیدونستی. پاشیدی این همسایت که خیلی آدم سربزیر و آرومی خوب بود، این آدم کشه. اون بود که شاعر بود، اون شاعره که خیلی آدم نایس و خوبی بود، نمیدونم این خودکشی کرد. اینا رویدادن. این رویداد توجه تو رو جلب میکنه. بعد رویداد که بعد مهم نیست. رویداد نیستن دیگه، بعد مهم نیست. پس
خیلی وقتا از طرف میگه آقا بیا یه چیز برات بگم، این احتمالاً تو میتونی خوشت بیاد بنویسیش. داره در مورد یه رویداد حرف میزنه، یه اتفاقی افتاده، اتفاق بالا پایین داشته، حالا تعلیق داشته، پیچ و خم داشته، تویست داشته، گره افکنی، گره گشایی توش بوده. میگه رویداد جالب، منبع خوبیه. رویدادهایی که گره افکنی هن. درام به اون معنای تکنیکیش 3 تا حرکت بیشتر نیست: گره افکنی، گسترش، گره گشایی. همین 3 تاست. بعد یه رویدادهایی هست که این 3 تا رو دارن، یعنی یهو هم توش گره افکنی هست، یکی یه چیزی قایم کرده، هم گسترشه که این چرا قایم کرده، چیه که قایم کرده، چطور قایم کرده، میخواد باش چیکار کنه، گسترش بدی تا به اوج میرسه و بعد گره گشایش میکنی. یا این که قایم کرده جسد بوده، مثلا یکی کشته این قایمش کرد، یا خودش کشته مثلا فلان. هر چیز این مثال آبکی میزنم عمدن که واضح بشه و الان مثال جالبی نیست اینا. پس رویداد خوب. دو شخصیت خوب. این یک موهبته. اگر یه نفر یک شخصیت داستانی خوب داشته باشه، شخصیت دراماتیک که میگم یعنی چی، خیلی خیلی سرمایه خوبی داره برای نوشتن. شخصیت داستانی عالیه. چون اصلا داستان بدون شخصیت کسی کی میتونه تصور کنه؟ داستان داشته باشه شخصیت نداشته باشه توش. ایده از شخصیت میاد. میگم ایده از 3 جا میان: یا یه اتفاقی افتاده برای تو، یا تو یه آدم جالبی میبینی، طوری بگم، میگه درباره آدم جالب میشه نوشت ایده از و بهترینشون اونه، بهترین شخصیت خاص. این شخصیت 2-3 حالت داره که میتونه برای تو جذاب باشه. 3 حالت عملا. یکی یه شخصیت پارادوکسیکال، یعنی شخصیتی که ویژگی‌های متناقض درش باشه. 2 تا صفت داشته که 2 تا صفت با هم سر جنگ دارن. مثل اون شاعر خودکشی، آدم بکشه. یا چه میدونم یه آدم مذهبی که نه به گناه بخواد چیز انجام بده. گناه، ببینید گناه اون چیه؟ اون داستان چیز داریم توی ادبیات کلاسیک ما، اون چیز مسیحیه که عاشق دختری میشه، شیخ صنعان. چرا اینقدر مونده در تاریخ؟ برای اینکه این شخصیتش پارادوکسیکاله. برای اینکه از یک طرف باید اون باورهای مذهبیشو نگه داره، از این طرف عشق که یک گناه براش بوده و این پارادوکس بین عشق و چه میدونم باور دینی، این بهترین جا است که این شخصیت رو از هم گسسته کنه و گسست ها بهترین جا برای نوشتن داستان. یه داستانی داره چخوف خوندیم با بچه‌ها، بخونید، ساز روچیلد، درباره یک شخصیتیه که این آدم چی میگن شغلش تابوت سازیه، ولی شبا تو عروسی میره ویولون میزنه. و این شخصیت از اون شخصیت یعقوبی که توی ساز روچیلده همه این ویژگی‌ها رو که میگم داره ها، هم پارادوکسیکاله و هم حالا اون 3 تا که دارم توضیح میدم، در حال توضیح دادنشونم. پس اول شخصیت چی بود؟ گفتم بذار اول میگم بعد مثال. پارادوکسیکال، دارای ویژگی‌ها، بهش میگم دایمنشنال، یعنی شخصیتی که بعد داره، یک جلوی که عقب، میگه چیز بعد داره، یعنی یک ویژگی و یک ویژگی مخالف. 2 شخصیت‌های خاص. شخصیت خاص یعنی شخصیتی که در یک ویژگی خیلی 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 عمیق شده باشه یا اون ویژگی در شدت یافته باشه. مثلا میگیم آقا ما میترسیم. خب همه ما میترسیم، ولی اگه یه شخصیت پیدا کنی که خیلی 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 میترسه، میشه شخصیت خاص. ون گوگ خاص میشه این آدم. یه شخصیتیه که چه میدونم این دفعه خلافش اصلا نمیترسه، تو موقعیتایی که باید بترسه هم نمیترسه، میشه شخصیت خاص. یه آدمی که خیلی تنبله، تنبل زیاد شنیدیم، ما هم تنبلیم،
ولی که خیلی 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 تنبله میشه شخصیت خاص. اینا برای تبدیل شدن به داستان خوبن، یعنی ایده بهتون میدن که من چرا، چون اگه شخصیت خوب داشته باشی تو هر جا ببریش خودش داستانه، از خودش داستان خلق میکنه، نمیخواد زحمتی به خود بدی براش یه ماجرای تعریف کنی، خودش بطن ماجراست. و سوم شخصیت هایی که متفاوتن، نه اون ویژگی داره که در شدت یافته باشه و نه پارادوکسیکاله، نه با بقیه فرق میکنه، با بقیه فرق میکنه. ما دیروز رفتیم این فاتحه پسر آقای کیایان، خب تو فاتحه معمولا مردم چه میدونم لباسای فرض کن تیره میپوشن، حالا تو فرهنگ ما یه آقای اومد یک لباس پیراهن جیغ قرمز عجیب غریب قرمز پوشیده بود، یعنی تو از 100 متری هم میدیدی، حالا با هر چیز، حالا تصادفاً هم یا هر چی هم، ولی متفاوت دیگه، یعنی تفاوت با بقیه متفاوت، توجه تو رو جلب میکنه. حالا این تو فقط یه پیراهن بود، شما تصور کنید شخصیتی که تو همه چی متفاوته، تو هر جایی میخواد بره متفاوته، میگه من فرق میکنم. همه میرن سینما میگن ما میخوام صندلی عقب بشیم که مثلا دید خوبی به پرده داشته باشه، این میگه نه میخوام صندلی اول بشینم، میشه متفاوت. یه سریال هست برادچرچ، ببین اگه فرصت کرد، آمریکا انگلیسی، این شخصی دیوید تننت بازی میکنه، توش میگه من چیز نیستم دیگه، گوشت گذاشتم کنار و فلان اینا، پلیسه، بخواد پلیس متفاوت درست کنه دیگه، شخصیت پردازی کنه، میره ساندویچ میگه یه همبرگر بده، بعد اون میره میگه ولی همبرگرش چیزش در بیار، میگه یعنی چی؟ میگه یعنی نون و خیارشور بذار توش به من بده با گوجه. میگه با چه همبرگری که توش همبرگر نیست؟ میگه نه من میخوام نون شبیه همبرگر باشه و تصور کنم که توش همبرگره، ولی چون نمیخوام گوشت خوار باشم همبرگر توش نذار. متفاوت میشه. تفاوت هم حالا در ساز روچیلد ما با شخصیتی مواجهیم که هم پارادوکسیکاله، هم خاصه، هم متفاوته. خیلی عالی میشه دیگه، یعنی بهترین حالت دیگه برای تو این شخصیت تو ذهنم میمونه. شخصیت تابوت سازیه که شبا توی عروسی‌ها میره آهنگ میزنه، پس شد پارادوکسیکال. دو شخصیت تابوت سازی همین آدم که شبا تو دفترچه‌اش ضررهاش یادداشت میکنه به جای سودهاشو، همه سودا رو یادداشت میکنه، میگم امروز میدونم 10 روبل ضرر کردم به خاطر میدونم فلان کس داشت میمرد، روزهای آخرش که قرار بود بمیره و من براش یک تابوت بسازم پا شد رویر شهر دیگه ای مرد، من نتونستم تابوتش بسازم، پس 15 کپک ضرر. نمیدونم فلان بچه مرد دیروز، بچه که من برای تابوت بچه پول نمیگیرم، ولی اگه میساختم پول میگرفتم 7 کپک باید میگرفت، پس 7 کپک ضرر. زنش که میمیره مینیسه امروز مارفا مرد، نمیدونم 20 کپک ضرر، چون باید مجانی برام زنم که نمیدونم پول بگیرم. پس میشه خاص، یعنی در یک ویژگی شدت پیدا میکنه، شدید میشه. در این حال متفاوته. یعنی چی متفاوته؟ یعنی این آدمیه که شبیه بقیه تابوت سازان نیست، شبیه بقیه اونا که میرن ویولون بزنن نیست، آدم متفاوتیه. میگه چه میگن؟ آدمیه که تو عروسم که آهنگ میزنه غمگین میزنه، شاد نمیزنه. آدمیه که وقتی که میخواد زنش رو بیاره میگه ولی من با یه تخت و سماور و بخاری و مارفا زندگی میکنم، مارفا زنش هم میذاره اشیاء خونه. پس تو اگه بتونی یه شخصیت رو هر قدر بتونی این سه ویژگی رو یکیش هم داشته باشی موفقی، چه برسه که دو تا، چه برسه به 3 تا. پس ایده های خوب از شخصیت های خوب هم میتونن شکل بگیرن. سوم منبع ایده دریافت های ما از زندگی. یعنی شما به یه جای میرسی یهو انگار یه چیزی برات کشف میشه، تا حالا نمیدونستی، حالا پی میبری که اصلا میگی نه زندگی ارزش اینو نداشت که من این همه براش تلاش کنم. این یه دریافته. یا میگی چرا من تا حالا صبح ساعت 6 نرفته بودم
تنهایی قدم بزنم. من تازه فهمیدم که تنهایی چقدر چیز خوبیه. تا حالا از تنهایی میترسیدم، خودم تو جمع میخواستم بذارم، ولی الان دیدم نه، تنهایی هم میتونه برای من یک لذتی بیاره که جمع نمیتونه اینو برای من بیاره. میرسه به یه دریافت تازه از زندگی. دریافت منظورم فلسفه و اینا نیست، در همین حد میشه یه ایده، میتونی داستان میشه درباره آدمی که با تنهایی خودش رفیق میشه. این دریافت‌های تازه که گفتم، یعنی دریافت‌ها، باورها، چه میدونم، فلسفه شخصی. آفرین، دقیقاً فلسفه شخصی. این فلسفه شخصی از 3 منبع میاد خودش. یکیش تجربه‌های زیسته است، اسمش روشه. من هر چیزی که تجربه میکنم، تجربه‌های خودم باعث میشن که به یه ایده هایی برسم. تجربه زیسته. حالا این تجربه زیسته لزوما مال منم نیست، ممکنه تجربه شما باشه. یعنی شما بیاد شیر کنید به من، بگید آقا من رفتم اینطوری این تجربه تو زندگی کردم، این بلا سرم اومده، ولی من اینو بفهمم، یعنی درک کنم، باش ارتباط بگیرم، مال خود کنم به قولی این تجربه تو رو. اگر بتونم این تجربه تو رو بومی سازی کنم برای خودم، میشه جز بخشی از تجربه زیسته خودم، انگار من اون تجربه رو کردم. تو میگی آقا من معتاد شدم، بستری شدم، ولی اعتیاد تو نمیدونی چیه. اعتیاد اینطوری و من سعی میکنم بفهمم اعتیاد یعنی چی. سعی میکنم بفهمم اگه یه نفر توی چیز محدودی، فضای محدودی نگهش دارن و این دارو بهش بدن، اون دارو بهش بدن، از خیلی چیزا محروم باشه، چی و چی، یعنی سعی میکنم اگه بفهمم اون یعنی چی، انگار بخشی از تجربه زیسته، انگار من این برا سرم اومده، میشه تجربه زیسته من. دو مطالعه بخش کمیش کتابم هستم. مطالعه شامل خوندنه، شامل دیدن آدم ها رو دیدن، فیلم دیدن هم هست، نمایشنامه، تئاتر رفتن هم هست، موسیقی گوش دادن هم هست، با دیگران گفتگو کردن هم. همه ورودی ها به ذهن من میشه مطالعه، یعنی همون که از بیرون میاد. تجربه زیسته درون من این تجربه رو از سر گذروندم. حالا نه، اون که از بیرون میاد میشه مطالعه. هم حالت اول یعنی تجربه زیسته و هم این مطالعه، ما در برابرشون پسیو هستیم، یعنی منفعلیم. من ایستادم تا این تجربه از سر من هست، بگیم تجربه رو سپری کرد. افتادم زندان، یه تجربه است دیگه، تو زندان بودن. رفتم بیمارستان خوابیدم، یه تجربه است. رفتم سفر، یه تجربه است. اینا انگار این تجربه اینه، یه ماشین رو من عبور کرده و من اینا رو درک کردم. پس زندان که میگفتن اینه ها، پس بیمارستان یعنی این، مهاجرت یعنی این، سفر یعنی این. اصلا من دعوا کردم، دعوا یعنی این. تصادف کردم، تصادف یعنی این. تجربه رو من داره اعمال میشه. یا مطالعه است، بازم من ایستادم، فیلم داره من بمباردمان میکنه. فیلم گفتیم دیدن فیلم هم یه تجربه است. کتاب میخونم، اینا دارن رو من تأثیر میذارن. با یکی حرف میزنم، حرفایی داره، من پسیوم، منفعلم، کنشگر نیستم. تو این هم توی تجربه زیسته و هم تو مطالعه. ولی سومین منبعی که دریافت‌های تازه براتون میاره، گفتم ایده های 3 تا بودن: شخصیت، رویداد، دریافت. خود دریافت 3 تا بود: مطالعه، تجربه زیسته که گفتم این 2 تا رو ما. سومیش که از همه اینها مهمتره، تفکر. تو با فکر کردن به اون تجربه زیسته یا به اون مطالعات، یا اصلا بدون اونا، اصلا خلاقانه یک موضوعی رو دستمایه قرار میدی، پرسشی رو میار تو ذهن و سعی میکنی حلش کنی. ما متاسفانه تفکر نمی کنیم، یعنی این منبع مهم رو از دست دادیم. مثل حواس 5گانه. میگم حواس 5گانه تو داستان استفاده کن اگه میخوای
توصیف کنی حواس پنجگانه استفاده کن. بعد میبینم فقط از دیدن و شنیدن استفاده میکنی، یعنی شنوایی و بینایی. پس لامسه چی؟ بویایی چی؟ چشایی چی؟ اینا هم 3 تا حس دیگه است. معمولا استفاده نمیکنیم، ولی داستان نویس خوب از همه استفاده میکنه. از همه اینا. میگه بوی چوب سوخته، مارکز میگه تو دریا رو بوی سوختگی، بوی دود انگار دریا وقتی که سیل میاد توی اون خوان رو لفت داستانش میگه بوها ما استفاده انگار این حواس از دست دادیم. حالا دور نشم، منظورم این بود تفکر ما استفاده ازش نمی‌کنیم. ما یا به تجربه زیستمون ارجاع میدیم یا به چی؟ مطالعاتمون. در حالی که تو یه چیزی هم داری به نام فکر کردن. فکر کردن منظورم تفکر منسجم متمرکز پیوسته است. این 3 تا ویژگی، یعنی متمرکز بشی رو اینا، اینکه حالا یکم فکر کنم بعد بلش کنم. 2 وقتی که داری بهش فکر میکنی منسجم فکر میکنی، یعنی مثل یه حل مسئله نگاش میکنی، حالا ممکنه یه تیکش حل کنی فردا یه تیک دیگه شو. 3 پیوسته، نه اینکه یکم فکر کنم بلش کنم، نه دوباره بعد از ظهر، دوباره فردا، دوش که میگیرم، رانندگی که میکنم، صبحونه که میخورم دارم بهش فکر میکنم. تفکر پیوسته. بعد یهو میبینه این مسئله انگار یهو برای تو حل میشه یا یه قسمتش حل میشه. اصلا تو به یک نه اصلا نه، تو به یک دستاوردی میرسی. به یک دستاورد که رسیدی، مثل حل چیز هست، میشن مسئله هندسی رو میگی مفروضات و نمیدونم مقدمات به حکم، حالا میرسی. وقتی رسیدی میشه یه دونه از اون گزاره های ذهن تو. حالا بگو. ببینید تفکر تعریف چی میگن کلاسیکش اینه: حرکت ذهن از معلومات برای رسیدن به مجهولات. تو یه چیزی رو نمیدونی ولی دو چیز رو میدونی، اینا رو پایه قرار میدی که اون سومی رو بفهمی، بعد این 3 تا رو پایه قرار میدی که چهارمی رو بفهمی، بعد 4 تا پنجمی بفهمی و همینطور میری جلو. اگر باهوش باشی سرعتت زیاد میشه، بیشتر، معلومات بیشتر، سرعت نتیجه گیری بیشتر میشه. همون مسیر باید بری، ولی اینطوری نیست که جایگزین اون بشه. خیلی آدمای باهوشی هستن که اصلا فکر نمیکنن، بلد نیستن فکر کنن، نخواستن فکر کنن. ببخشید بدون تجربه زیست، بدون مطالعه، صورت خام جزئی و فکر کرد. میخوام بگم دستگاه اون تجربه یا دستگاه اون مطالعه دیدن است که برای تفکرم داره همزمان اتفاق. ببینید به شکل متعارف اینه، ولی واقعیتش اینه که اینطوری نیست. یعنی همه پرسش‌های انتزاعی نه تجربه زیسته هستن نه مطالعه هستن. پرسش‌های انتزاعی یعنی تو فقط و فقط داری به یک پرسش فکر میکنی. تو میگی چرا این جهان هست؟ وقتی میگی چرا این جهان هست، هایدگر مهمترین سوال این بود، مهمترین سوال بشر این باید باشه: چرا هست؟ در حالی که نباید باشه. این ربطی به تجربه زیسته من نداره. یعنی من توی زندگیم به این نرسیدم که چرا این چیزا هست. ممکنه یه نشانه‌ای هم توش بوده باشه، ولی این پرسش اینقدر عمیقه که تو سطح نمیبینی. چون تو زندگی اگه بخوای به تجربه زیست تکیه کنی میگه خب باید باشه. چرا آب هست؟ خب باید باشه، اگه آب نبود که من زنده نبودم. چرا این اینطوریه؟ محیط زیست اینطوری، باید اینطوری باشه. بعد نه، سوال من اینه: چرا آب باید مایه حیات من باشد؟ اصلا چرا مایه حیات وجود داره؟ اصلا چرا حیات وجود داره؟ اصلا چرا این جهان هست؟ پرسش کاملا انتزاعیه. یعنی تو اون پرسشه اگر تو رو ببرن توی غار، در عروق ببندن و از اون غار نیای بیرون، به صرف اینکه وجود داری، همین که هستی، اون سوال میاد. سوالاتی وجود، اون سوالات ما میگیم سوالات که ریشه در تجربه زیسته ندارن. ریشه در اصلا فیلسوف کسی است که به چیزهایی فکر میکنه که از درون خودش میجوشه. یه چیزی داریم میگیم که برای ایده پردازی میگن، اینجا گفتم یا نه،
نه بگیم what if، چه میشد اگر. با این تکنیک چه میشد اگر تو میتونی دریایی از چیزها به دست بیاری. چه میشد اگر من زندانبان بودم؟ همینطوری، اینکه من نه تجربه زیستم بوده نه تو کتابی خوندم، خودم دارم از بیخوبون درستش میکنم. چه میشد اگر من زندانبان بودم و یکی از زندانیان رفیق دوران دبیرستانم بود؟ رفتم قدم بعدی. چه میشد اگر اون دوست من که زندانیه و رفیق دوران دبیرستان منه، دوران دبیرستان منو خیلی اذیت کرد و الان من فرصتی دارم حالشو بگیرم؟ یا برعکس، چه میشد اگر این بچه که تو زندان افتاده و دوست قدیمی من است، من عاشق خواهرش بشم چون خواهرش میاد ملاقاتش و من حالا بتونم یه امتیازاتی به اون بدم یا چی؟ و همینطور چه میشد اگرها. این چه میشد اگرها چی ان وات ایف بهش میگن. مولد ایده است، یعنی ایده تولید میکنه و تو بر اساس اون ایده بعد میتونی به اون طرحت برسی. یه موقعی رو فکر کنه از آخر داستان یا اون شخصیت داستان الهام در اون داستان خیلی مثلا شخصیتش دانس یا پایانش با فکر زنون خود الهام تو یوبه. بله این الهام ها هست. اصلا تو ممکنه فیلم بری بگی اگه من بودم اینطوری تماشا میکردم، اگه من بودم این کارو میکردم. بله اینا میتونن، ولی خوبه که شما اینا رو ارجاع بدید. یعنی بگی من این داستان رو که دارم برای شما مینویسم از فلان فیلم الهام گرفتم، ولی این فیلمه دیگه نمیگی، میگی این فیلم خوب نگفت، من بهتر میگم، دوباره مینویسمش. ولی اگه مثلا بخوای با اون فیلسوف داری شادی باید خاج گرفته بکسن داره مثلا بخوایم با اون پاکش بدیم میکنه واقعا یه معجزه بشه. اولا که همه اینا با هم ترکیب میشن. برای اینکه تو یه داستان ایده پردازی میکنی، فرض یه شخصیت جالبی داری، ولی اون شخصیت جالب تو رو با اون تفکر ترکیب میکنی، یه سوالایی تو ذهنش میذاری که تو گذاشتی، تو قبلا فکر کردی بهش رسیدی. درسته میتونی درسته یه چیزی که من یه تفکری داشتم رفتم اصلاحش کردم. نمیدونم درست و غلط چی اینجا بحث درست و غلط نیست. اینجا بحث اینه که تو داری به یه چیزی فکر میکنی که انگار یه پرسش داری تو رو آزار میده و این پرسش رو دنبال پاسخ براش میگردی و در داستان تو قرار نیست بهش پاسخ بدی، تو قرار پرسش رو طرح کنی. خیلی وقتا تو پرسش میره و نمیدونی چیه پاسخش. بفهم. تفکر کردن که میشد اگر آخرش به هم یه رویداد میرسه، هم به یه شخصیت، چون تو حتما باید یک رویدادی و یک شخصیتی رو تو تفکرت بپردازی. مثلا بس به این میرسه. نه ببینید، گم نکنید بحثو. من گفتم ایده هاتون از سه جا میان، یا شخصیت خوب دارید، یا یک رویداد اتفاق افتاد، یا یک دریافتی از زندگی دارید در اون مایه فکری. بعد گفتم اون دریافته خودش یا از خوندن کتاب به دست میاد، یا از تجربه زیسته به دست میاد، یا از فکر کردن. یعنی فکر کردن منتهی به شخصیت نمیشه لزوما، فکر کردن منتهی به یک ایده میشه، به یک تلقی از این جهان. تو با خودت قدم میزنی، با خودت فکر میکنی، بعد میفهمی که آقا این جهان ای کاش نبود، این که ربطی به شخصیت نداره. یا فکر میکنی این جهان خیلی تصادفیه، یا فکر میکنی این جهان پوچه، یا میگی چقدر لذت بخشه، خوبه که من هستم تو این دنیا. حالا به این ایده رسیدی، حالا برو براش شخصیت درست کن، براش رویداد درست کن، ولی این ایده رو میخوای منتقل کنی تاش. ما دنبال اون میخوام بگم اون تفکر به ایده میرسه. بله شما ممکنه فکر کنید یه شخصیت هم طراحی کنی، الان بحث من اون نیست. بحث من اینه که با تفکر میتونی تو به یک ایده از جنس چی میگن منظومه فکری خودت. ما بالاخره هر کدوم از ما یه منظومه فکری داریم. ممکنه بعضی منظومه‌ها کوچولو باشه، بعضیش 5 تا سازه داشته باشه، بعضی 50 تا داشته باشه، ولی اون تفکر یه دونه این سازها رو به فکر تو اضافه میکنه.
تو تفکر بکنید کمک کنه واسه این داستان خوب بسازید. نوع شخصیت تفکر قرار به شما، هر داستان یه ایدئولوژی داره، الان بهش نرسیدیم، فکر نکنم برسیم، ولی یه درون مایه داره، تم میگیم، پیام داره. من قدیم میگفتم که داستان که چی، اون که چی یعنی اون تفکر چی میخواست بگوید نویسنده با این داستانش، میخواست بگوید این را، این میشه تفکره که با یعنی اون ایده که با تفکر به دست بیاد. منظور من از تفکر این بود، یعنی فهم جهان و زندگی. تو میتونی درباره زندگی حرف بزنی اینجا، میتونی بیای بگی اینجا، بگی زندگی پوچه یا معناداره یا تصادفیه یا هوشمندانه است یا تاریکه یا روشن یا ناامید کننده است یا امیدوارانه است یا پر انرژیه یا چون میتونی بیای در مورد اینها 5 جمله بگی، اون 5 جمله میشه اساره تفکر تو. آقا تو داری زندگی میکنی، از این زندگی چطور میبینی؟ ترسناک میبینیش آینده رو یا آینده رو هیجان انگیز میبینی؟ میشه تفکر تو. حالا در مورد ترسناکش میتونی بیای 3 جمله بگی. چرا ترسناکه؟ میگی ترسناکه چون من کنترلی برش ندارم و ما بر هر چیزی که کنترل نداریم ترسناک میشه. علت و معلولی نیست که بگم من اگه این کارو بکنم اونطوری میشه، پس دست منه، من فرمون به این ور بپیچونم این ور میره، به این ور این ور میره. نه، آینده طوری که تو فرمون این ور میپیچونی ولی از اون ور میره، میزنه رو ترمز ولی سرعت میگیره ماشین. معنیش ترسناک میشه دیگه. یعنی ابزارش این یه ایده است، دارم در مورد یه ایده حرف میزنم. اگر تو زندگی رو ترسناک میبینی و بعد میگی به این دلیل ترسناکه که من روش کنترلی ندارم، همونطور که یک ماشینی که توضیح دادم اگه با قواعد من عمل نکنه ترسناک میشه اون ماشین، رانندگی در اون ماشین، زندگی هم اینطوریه. حالا این ایده است، همه نه تو شخصیت بود، شخصیت من گفتم، رویدادی گفتم اتفاق افتاده، تو این ایده رو اسمبل میکنی با اون شخصیت بروده، میشه داستان.